خب سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه اول کورس اکسل رو میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم. اه، ارزم به حضورتون که کورس ما به این صورت خواهد بود که توی جلسات 10 تا 15 دقیقه‌ای نهایتا برگزار میشه. من جلسه رو برگزار میکنم، بعد شما اگر سوالی داشتین چون توی حالا کامنت ها یا بعد به خودم پیام بدین و از من بپرسین و منم که قطعا پاسخگوی شما خواهم بود. توی هر جلسه یکی دو تا از مباحث اصلی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و اینجوری برای هم تایم ویدیوها کمتر میشه و آپلودش راحت تر میشه و هم از اون نظر شما موضوعی رو بخواین سرچ کنین و پیدا بکنین راحت تر میتونین این کار رو انجام بدین. خب ببینید، بریم این حالا بعد مورد دیگه بود در مورد خود کورسمون. توی طی ویدیو بهتون توضیحات لازم رو میدم. الان بریم که با محیط اکسل آشنا بشیم. ببینید، اگر که اکسل رو نصب داشته باشین، شما وقتی که خب روی دسکتاپتون کلیک راست میکنید، حالا هر جای فرق نداره، نیو رو که بزنید اینجا مایکروسافت اکسل ورکشیت در واقع شما برای شما وجود داره و میتونید یه ورکشیت جدید ایجاد بکنید. عرضم به حضورتون که اگر هم که اکسل رو پیش‌فرض من اینه که اکسل رو نصب دارین، اگر ندارین بهتره که نصبش بکنین. اگر نمیتونین بهم بگین تا در واقع آموزش نصبش هم بهتون بدم. نه چیز سختی باشه، ولی خب ممکنه حالا چون که توی ایران محدودیت داریم، اینا فیلتر هستن، ممکنه یه سری دشواری هایی داشته باشه. اگه مشکل داشتین بهم بگین، من فکر نمی کنم چون الان اکثریت ویندوزا دیگه دارن. اگرم نبود بگین دیگه، به هر حال اوکیه. خب ببینید بچه، محیط اکسل، یه نکته هم بگم، ما از صفر داریم شروع میکنیم یعنی ممکنه شما اول کار اینا رو بلد باشی، ممکنه یه سری به حوصله‌شون سر بره، میتونین این جلسات رو نبینین چون که خب ممکنه یه نفر باشه اینا رو بلد نباشه و ما بخوایم بریم جلوتر دوچار مشکل بشه. هرچند برای شما هم اشکالی نداره اگه اینا رو، این توضیحات رو گوش بدین. خب بچه، محیط اکسل از دو قسمت تشکیل شده. یه قسمت اصلیمونه که دیتا رو توش وارد میکنیم، بهش میگن ورکشیت یا همون شیت، نمیدونم چرا ورک گفتن، بهش میگن شیت یا همون برگه کارمونه که حالا به توضیحاتش میرسیم. یه قسمت بالا هم قسمت ریبون یا نوار بالاییه که از تبای مختلفی تشکیل شده، مثل تب هوم که حالا مهمترین تبیه که باش کار میکنیم. بیشترین پارامترهایی که استفاده میکنیم همینجا وجود دارن. تب اینسرت رو داریم که اینسرت به معنای اضافه کردنه. شما وقتی بخوای یه چیزی اضافه بکنی میری توی تب اینسرت، ببینید شکل داره، آیکون داره، نمیدونم چارت داره، کامنت داره و اینجور موارد. پیج لیاوت رو داریم که تنظیمات صفحه‌مونه، تنظیمات کاغذمونه، فرمول ها، دیتا، حالا همه اینا رو دونه دونه بعدا میام براتون توضیح میدم. خب بعد قسمت ورکشیت رو داریم که قسمت ورکشیت همونطور که گفتم جاییه که ما دیتا یا همون داده های خودمون رو توش وارد میکنیم. ورکشیت به این صورته که از یک سری ردیف و یک سری ستون تشکیل شده و هر کدوم از این سل ها، این خونه ها رو بهشون میگن سل. حالا شما میتونید بگین سل، میتونید میان بگین خونه، فرقی نداره. هر کدوم از این سل ها در واقع یه آدرسی دارن. میبینید توی قسمتی اینجا به نام نیم باکس ما آدرسش رو داریم نوشته C5، یعنی توی ستون C تو ردیف 5. مثلا این یکی B3، B3 ستون B ردیف 3، A1 نمیدونم F4. اینجوری میتونیم آدرس دهی بکنیم در واقع توی اکسل. خب بذاریم ببینم چیه دیگه باید توضیح بدم.
خب این از این. بعد ما این قسمت پایینی جاییه که مدیریت شیت ها رو انجام میدیم. ببینید الان اینجا نوشته شیت 1. خب مثلا من میتونم رینیمش بکنم، بنویسم نیو. میتونم شیت اضافه بکنم با همین به علاوه، میتونم کلیک راست بکنم و اضافه بکنم، یه شیت اضافه شد. میتونم شیت ها رو پاک بکنم اگه بخوام و کارهای دیگه مثل موو، کپی. حالا باز همه اینا رو تو طی دوره ممکنه به استفاده بخوایم بکنیم و یاد بگیریم. خب اینم از شیت. این بالا رو هم براتون توضیح دادم. یه قسمت فایل داریم که توی این قسمت جایی که در واقع فایلامون رو میتونیم سیو بکنیم. همونطور که می‌بینید گزینه سیو هستش، یعنی من اگر الان اینو سیو بزنم این فایل فرست همون جایی که بود، یعنی توی دسکتاپ من چی میشه؟ سیو میشه. میتونیم سیو از رو بزنیم که تو اون آدرس دلخواهی که میخوایم در واقع میتونیم این کار رو بکنیم. مثلا من حالا من توی دسکتاپ منه و هیچ فایلی هم نیست. مثلا میتونیم یه فولدر بسازیم به نام اکسل. خب توی این فولدر اکسل من میام این فرست رو اینجا فرمتش رو انتخاب میکنیم که همون با اکسل ورک بوک باشه. اینجا سیو بزنیم. الان چه اتفاقی افتاد؟ الان فایل اکسل اینجا ایجاد شده، اینجا فرست ثبت شده، اینجا هم هست، اینجا هم هست. اما الان از این به بعد ما اگه سیو رو بزنیم این کجا سیو میشه؟ تو همون جایی که سیو ازش کردیم. دیگه اینجا نیست، دیگه این فایل ما روش نیستیم، ما الان توی این فایلیم در واقع. خب این از این. بعد دیگه چی براتون توضیح بدم؟ خب یه تنظیمات مهمی هم بهتون بگم. همین اول کار ما تو قسمت آپشن توی قسمت سیو ببینید یه گزینه داره به نام auto save files stored in the cloud by default in Excel. اینا کار نداریم. save auto recovery information این یعنی چی؟ یعنی که هر یه دوره‌ای داره برام مشخص می‌کنه. من نوشتم 1 دقیقه یه بار. میتونی شما خودت حالا تغییرش بدید. هرچند همون 1 دقیقه بزنید بهتره. یعنی 1 دقیقه یه بار این یه اوتو ریکاوری برای شما ذخیره میکنه که آدرسش هم اینجا نوشته براتون. حالا بعداً اگر که خواستیم به این آدرس دسترسی داشته باشیم که احتمالاً پیش هم خواهد آمد، یه بار با هم میریم توی این آدرس و فایل رو پیدا میکنیم. خب پس این تنظیمات هم توی قسمت سیو برای خودتون داشته باشین که اگر خدایی نکرده یه وقت فایلتون یه وقت برق رفت فایلتون از بین نره. خب حالا بریم سراغ رنج. بچه رنج چی میگه؟ رنج میخوایم ببینیم مثلا توی این ورکشیت ما چطوری میتونیم بین این خونه ها حرکت بکنیم. ببینید من یه سری داده وارد میکنم، مثلا 5 10 20 به اینا رو بهتون میگم چجوریه بعد. فعلا نگرانش نباشید. خب همش 4 شد. اوکی. ببینید من راحت ترین کار اینه که چیکار کنم؟ اینجا موسم رو نگه دارم و بکشم تا این پایین و همه رو انتخاب بکنم. وقتی انتخاب کردم خب به راحتی میتونم نمیدونم کپیش بکنم اگر بخوام، یا حتی کاتش بکنم. کات چجوری انجام میشه؟ کنترل سی رو اگر بزنید و بعد بیاین اینجا، این پایینش بزنم که متوجه شید. اصلا لازم نیست بگیرین، اینجا کلیک میکنید کنترل وی این میفته، کنترل وی چون کپی شده، کنترل زد برمیگردونه اتفاقاتی که افتاده رو. و حالا من یه کنترل سی میزنم، این بار کنترل ایکس میزنیم، کنترل ایکس کات میکنه، میام این طرف کنترل وی
افتاد اون طرف. خب همین کاری که گفتم با کنترل زد میکنی، یعنی برمیگردونه، رو این بالا هم داریم. ببینید این آندو اوتوفیل، یعنی دیگه حرکت قبلیمون این بود، میتونیم دوباره برگردیم جلو. ببینید الان دیگه حتی جلوتر نداره، جلوتر از این نداره، چون اتفاقاتی که افتاده یه دور برگردونیم و یه کار جدید روش کردیم. ولی خب میتونی همونجور که میبینی کار رو عقب جلو هم بکنی توی این قسمت. این هم یه شورتکاتی برای سیوه، یعنی همین الان من اینو بزنم سیو میشه روی در واقع همون فایلی که توی فولدر اکسل درست کردیم. خب بچه الان ببینیم من اتو سیو رو بزنم، اومدم بزنم میگه که وان درایو بتا بده و آپلود میکنه روی اکانت مایکروسافت. ولی خب من فعلا نمیخوام این کارو بکنم، چون که فکر کنم پسورد و داستان داره، پسورد میخواد ازم احتمالا، و منم پسورد دارم و باید فیلتر چکن روشن کنیم، داستان داره. خب بگذریم بچه همین کاری که ما کردیم الان، کنترل سی کنترل ایکسی که زدیم رو ببینید اینجا هم داره. این میگه کات، خودش هم نوشته کنترل ایکس، این میگه کپی کنترل سی. ببینیم این چی میگه، خودم هم تا حالا ندیدم. بزنیم ببینیم این چیه. بزنیم فعلا اینا کارش نداشته باشیم تا خودم هم بعدا بفهمم چیه. بعد اینو خب کپی اینجا پیست، همون کاری که با کیبورد کردیم این گوشه هم تو قسمت کلیپبورد وجود داره. خب این از این. یه راه دیگه، خب بچه‌ها یه راه اومدیم و من الان چی داشتم، اومدیم و من اینجا مثلا 194 تا داده داشتم و اینجا هم همینطور 194 تا داده داشتیم. خب حالا این که من اینو اینجا بگیرم پایین، وقت ممکنه با خطا رو بشم، اینجوری رد کنم ازش، بعد دوباره اینجوری برم بالا بیام اینجا نشه. حالا حتی این باهوشه الان این ورژن های جدیدش باهوش شده خدایی. قبلا اینجوری همجور رد میکرد و میرفت، الان وای میسن قشنگ میشه. ممکنه انتخاب کردن براتون دشوار بشه دیگه یه جورایی. یه روش دیگه هم ما داریم توی انتخاب کردن در واقع این ستونامون چیه. من میگم این چیه، این B3. خب این B3 دو نقطه، اون چیه، اونم E. تا چند گفتیم میریم؟ تا 194. E 194. حالا اینو گرفت برام، نیازی هم نبود من موضوع ببرم پایین. وقتایی که داده هامون زیاد میشن و از صفحمون میزنن بیرون، معمولا این روش راحت تره. ببین یه بار دیگه، حالا اصلا نصفش هم میخوایم بگیریم، یه بار دیگه من شروع میکنم. ببینید B3، اول B3 رو که میزنم میپره روش، این که یه نکته. حالا B3 دو نقطه E، حالا مثلا 194 نه 100 مثلا 97 این پرید اینجا. هر جور که بخواین. پس با این گزینه میتونید چیکار کنین. الان من رو F7 ام، اوکی، مثلا از F7 تا L7 چی زدم، از F7 تا L7. ببین این انتخاب شد. پس اینجوری میتونین انتخاب کنین گزینه ها. خب ببینم تایم ویدیو چقدر شد. 14 دقیقه، خیلی زیاد شد. ادامه مباحث جلسه بعدی بهتون میگم. مرسی، خدا نگهدار.